برادری در باره خرهای وحشی پرسیدن آیا خوردن این خرها جایز است یا خیر؟ برادری محترم، خرها دو قسم است، یکی خری وحشی و دیگر هم خری اهلی. خرهای وحشی که در جنگل ها و دشت ها و صحراها زندگی میکنه و رنگ خاصی به خود دارند، خوردن خرها جایز است. ابو قتاده انصاری رضی الله عنه یکی از اصحاب کرام یکی از خرهای وحشی را شکار کرد و یک جزئی از او را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از او نوش جان کردند، خوردن و برای صحابه کرام فرمودند هو حلال فکلوه، این حلال است شما بخورید. و این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آید. خرهایی که گوشت از او حرام است و از خوردن از او منع شده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردن، خرهای اهلی است. حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آید نهى النبی صلی الله علیه وسلم عن لحوم الحمر الاهلیتی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردن از خوردن گوشتهای خرهای اهلی. یعنی خرهای اهلی اولا خوردن از اینها درست بود، جایز بود، و بعدا منع آمد که دیگر خوردنش و استفاده از اونها درست نیست، و در مقابل از اونها خرهای وحشی خوردنش حلال و جایز است.